گیلک نی تو چرا تعرخ داری گیره میدی خدا باد نده چه زمان آنها بگوید چشمان چش میده چشما خیالا کلالا که من بفهم که تو چی میگی ها چه کار ره در سران چش میدادم چشم همه جنی تجاری ریگا بتا چشم منه برارم من نقص داره آینک میزدی خوب چشما خود تو که در سرار جوش میدی آینک؟ آینک ها بشکسته بوده مثل که خلیفی تو آینک نمیزنه بشکسته بوده آینک ها نداشته من مرتکه خیلی گفتم زوده بیر تیار که من برم یک کمی به چی همسایه گفتم چی مینا ابلق میشه دورنگ میشه درنگ میشه سبز سرخ میشه حاله کبور شده خوبه خیره باشه برو با خونه خوب با مادر خو یا به بیبی خوب بگو خوب اونا یاد دارم یا قطره میندازونم یا فلفل ما فهمیدی برارمه قطره هم خوبه قطره برو به بیبی خوب بگو خوب بیتر میفهم دیگه که بغیر قطره دیگه چی خوبه دیگه سنکا قدیم همونا بیتر میفهم دیگه اخزر من نمیفهم که دکتر اینیو سر چشا خورم یالا کوش کو که به زمین نخوری و تعجب افتکی سلام میتونه برو میتونه منتها اگه فلفل بندازی بیتره فلفل فلفل تون خوبه چشم خوبه فلفل خوش نندازی خوبه نه فلفل تازه خوش کنو مثل خربزه بری بمتا چشما کنید با ما زالا عباس آره آخی چه کار میگیره بگم کاشم آلگم 100 دفعه بگفتن کم جوشکری میکنی آینه کمی 100 تا آینه کمی چی شاخ بزه میفهمی هم که ضرر داره چه کار چی میاری یالا چی میری؟ سمکانه ریزه میکنم چی ریزه میکنی؟ که چلو آیا عباس که چلو آورده اینا برای چیه؟ همین دیگه چشما دارم میگم چشما تو بزن خوب بشی دیگه تو چی کردی تو من خوب شی اینه چی شاخ بگی خوبه خوبه بندازی دستا خوب بگی اینجا خوب اول به چی؟ جوجو نزد نفته نمیفتد نه بگیر دیگه خویجی همین تو کم بگیره خوب خیلی به چی؟ خوبه خلاص شد دست خوب بس کو ایسته دست خوب بس کو افته همین تا دست خوب بس کو همین دست خوب من میگیرم دستمال بسته کو خوب بس دست خوب بس کو خوبه میده چند دقیقه باشه خوبه گیره میزده گیره زدم وقت کم آمده که خوبه دیگه نه آخینا بیشتر چیز میکنه بخشا تیار چی دیگه آخی جو تو با کار یک دیوانش میشین نه بابا شما بگفتم که من به این تکاره رای نکنید همه بچی همسایه گفت اگینا سعی کن که چهار رنگ ابلق و سیاه و سرخ و سبزه آخی نه آینک نبوده چشما خو میزنی تو به قصه کار خونه به قصه گپا و بچه همسایه
گله نکن مگه همیته باشه که تیار شی دیگه چیزی کنه هاتی دوا کنیم تیار هم نمیشی سر خوب بگذار نه تو خیلی میبره خوب میشی سر خوب بگذار چه کنم خودت دو بچه میبردم کار نمیکنم همه وقتی هم بازار از این نگیره خیلی میشه تو خوب میشه وقتی بیا برو بشکا آخره با کم چای یابدم کنه وقتی واه چی سامه به خلیفه من عباس رای کنی عباس برو به خلیفه اینا چی بگه عباس بگه لالا خلیفه بگه دیگه نمیایه میرم لبلبی میفروشم آره چند وقت تو روزی دیگه کار میکنی یعنی باز برو بگه نمیایه خب بعده بابا خلیفه گیلا بیان درس را میگه یک دقیقه بیا پیا خو یک دقیقه بیا تو درس را ها باید درس را دام رسکو بتا دیکن گریشته سنگ فریز گریشته نه ما یاری از شاگرد هیچ وقت مطالعه ندیشتم چکار مو گل آخ شما چکار کردم میگی گیلک بچه‌مه یا خوشحال ما خیریته ما هیچ کار نکن چرا شده بچه شما ازم صبح طول گریه میکنه امیر اشکا چشمت شور میرزه چشا خوانه میکنه چکار کردم به غزو ما هیچ کار نکنم کاکا جان ما به سر کار رفتیم برم یک پنجره بشونم در سرای بشونم بعد از گفتم توش تو بری کن باش امی پنجره رو بگیر یک چهار گوش جوش بدی گفتن خوبه حالا بیام از سر کار بیام میبینم که دیکون هست و خودی در کاینی سنگ برید به تا پیاده پر تو چکوش ترانس لینا ولیگ همه پر تو سیم سیار همه پر تو در کازینیه اون من خونه سر گذشته اصلا چشا خوانه میکنه میگه یک متحرک به تا چشا منه برای ساعت دفعه گفتم کاکا جان برای ازی گفتم بیاینک ولین کری نکنک بیاینک ولین کری نمیشه چی پرسان که میگه یک جور آینک بده کن خونه دشه حالا به خونه صدا کنین که بیا یک دفعه عباس هم گیلا که بگو بیایه باور کنین کاکا جان میره از اولاد خود بیشتر دوست دارم میفهم با می دیکون کار میکنه 5 6 جور آینک دششون به دست نشون آخه من دارم یک جور آینک من خودی خوب برده بودم که در سرای بشونم با سر کار برده بودم جور آینک دیگه هم به دیکون بوده پیش خودی افتاده بشکسته دیگه اینجا مقصر من چیم شما بگم این گپه باز همون ظریف فکر نکرد دیکون بسته یله کرده همین یک سنگ فریز مبرم 10,000 قیمت نه چشمای وانه میشه که در بسته کنه همون جمعو انا نمیاد سکن دست برای گرفته داره سکنی همون همسایه نمیدونست بکنه این کارو بکنه بیا دیکون تاکشو ایبر بیا ها سلام علیکم و علیکم خوبی که سلام گیلک به کجایی تو چه کار میکنی چه چشمات خودت رو بسته ما که خلیفه بیا و گفت بگیرم درم چیزی جشتی با شما نبودیم چه بابا شما را زنگ گفت خیلی خاموشه مرتقا گفت که زود دیر شده در سلام جشتی من جشت دادم همسایه گفت که من چه ابلغ سازم سرخند تو چیز کنه یک دمی به قیقلات شده بیا بدم سرا ابد تو بیاینک ولدین کردی ما با آینک چی میفهمم شکسته آینکا همون آینکا که سالم بود که من یک دو جور آینک دو روز نمیشستونم که یک جور چشما خود میگم به سر کار رفتم نه دیدم خیلی فلقت کردم باش تو همون ظرف فکر نکردی که می دیکون این مرتکه رو اعلان ندام همه سنگ فریز سیم سیار دستکاریش همه به در دیکون پرتاو کردی بخستی برسی به خونه گردن من خلیفه جو خوب همین میگفتم اول ریگار مرتکه به تچیشام زده انا اول همه میتونه حالا کن خیلی چه چشماتی ده بسته کردی 1 کیلو کچالو گذاشته مادر من 1 کیلو کچالو گرشته نو سرکم وای بابا جان یک قطیر تتراکاین مثل تا چشما خو میشکوندی پولا کجا ولی من نیم کیلو کچالو را قرض کردیم بیا که بنیم با تو قطیر تتراکاین هم بستونو خلیفه جان جان من دیگه نمیرم دیگه هاشم من میرم لبلبی میفروشم
الله خراب ما دوست ما پاتو زحمت کشیدن چشما خو کور کردم دست رو بگی تو جوشگری دادم ما با تو نمیبیایی خب بد ترسیده دیگه نمیشه خلیفه جان من رای میشه یک دعوه خدای نکرده فیجیشون می هیچ کار نمیشی ما خود ما چند سال به تامی کارم هیچ کار نشدم از اینکه زحمت کشی کارم کمک یاد گرفتی بفهمیدی اعمال سنگ برای راحت میتونی سنگری کنه سر کار فرو چه خب بگم پس برو سر کار باشه تیار شو یک ما بعد میان خلیفه نه ما یک مواد یک سعی کنیم یک بس از این قرص افطار بستونیم یک دونه میشه برای بریم اگه صبح چشمای تیار نبرد شما عباس بله دستی اینجی کجایی مبارک برو سر برو کار داره که کجا کار نداره برو که درد کن الی وار کنه به سوال همونجا پرته بودم همسایه گفتم موش تو مینا باشه که من رمز کن برو سلام کنه برو شما باشه که 4 5 روز نگم شاگردم باور کنه که من یک دو روز نمیشه که دو جرای نگستونم یک جرا به خود یک جرا برای عزیز استوندم مثل که تا کن لغت کرده بشکستونده یا کمی بیای نگولیم بی توجهی میکنه که چیکار کن چی زبون نمو بده که برای میگم بابا جان بیای نگولیم کاری نکن چای خوردن نمیرین سلامتی شما ما رفتم قربان شما زنده باشید سعی کنیم امشب یک بسته قرص افطار بستونیم که یک دونه بخوره به زور خدا صبح تیار خوشحال میشه خوبه چشم بفهمیدین درد مرد رام گم میکنه چشم قدری هم صبرایی کنیم بده کن خوبه خاطر ما کارای گیرتون باز خوبه چشم خیر بینه خدا حافظ خدا